سلام رفقا، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز با یه سلو اسکوئل خفن و یه ویدیو خفن از دکتر عزیزی اومدم. لطفا لایک و میگه کامنت این بچه های ویدیو 2000 به این بکنید ور، و یعنی 80 به این وری ها، حرفای دکتر دیگر عزیزی رو از سن بشنوید، بعد از اینو بلوغ 12 به بعد، خانواده‌تون 11 به نشون بعد بدید. دیگر درس نمیخوانند، نه چون نمیفهمند، چون میفهمند نمیخوانند. خیلی حرف قشنگه. میگه ما نسلمون چون نمیفهمید هی میخوند. میگه من برای چی بخونم؟ به دردم نمیخوره، پس نمیخونم. اکثرا میگن چرا بخونیم؟ من با این بچه‌ها موافقم. مردم ما سر کار بودیم، اینا سر کار نمیرند. آموزش و پرورش ما رو سر کار گذاشت و دانشگاه هم برای سر کاری اضافه کرد. 90% لیسانسید، هیچ چی تو ذهنتون نیست. اللهم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. خدا پناه میبرم از به تو از درسی که خوندم و به دردم نخورد. نگفت خدا نمیخوام بخونم، یعنی خدا چقدر خطرناکه، پناه میبرم بر تو. و ما توی قالب غلط، سیکل غلط افتادیم و خوندیم.